سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. برگشتم با چند تا نکته خیلی کوچیک درباره اجنه. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اینستاگرام ما این بالا میاد، یادتون نره حتما فالو کنید، لایک این ویدیو هم فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. جناب موقعی که اسمشون رو صدا میزنید یعنی شما رو فرا میخونن، اینجوری که تو این کتاب نوشته. جناب موقعی که اسمشون رو صدا میزنید شما رو جذب خودشون میکنن، یعنی میان سمت شما یا اونا رو جذب خودتون میکنید. همچین چیزایی میشه دیگه صداشون. حالا بیشترین اسامی جنا ایناست: میکائیل، زعفر. درباره زعفر یه ویدیو گفتم، حتما برید ببینید. این بالا یا این بالا کارتش میاد، حتما برید ببینید. زعفر، آسل، قصوره، اینا چند تا از اسامیشون اومدن در خودشون میشه. جنا داره چند قبیله بزرگن، یعنی چند تا قبیله خیلی قول و خفن دارن. اسمشون هم معازیل، بنی مقاقم، بنی الهدام، بنی اللبیمان. اسمای سختی هم دارن ولی خب اسم قبیله هاشون ایناست. خیلی خوب، جنای برای جنایی که به سمت زنان گرایش دارن، یعنی عاشق زنان میشن. ما از نوع خودتون باشید. برخی از جنیان همواره باعث آزار و اذیت انسان بودن که مورد عذاب یزدان قرار میگیرن. بخاتک، اون بختی که خودمون که میپره رو سینت خفت انگار داره میکنه، یکی از اون چیزاست که گرد تو سریز میکنه. بخواه این دلیل علمیش هم ثابت شده وقتی که فلجه ریته چیزی خاصی اتفاق نمیافته. ولی خب وقتی میگن یکی رو میبینی میشه بختک. این نکته دیگه بود. لحظات خوش رو مونه خب برادر خود باشید. جنیان از آتش آفریده شدن. برخی از طلسم‌ها که باعث میشن از ما فاصله بگیرن چیزایی که آهنی، میگن که جایی که آهن باشه از فاصله میگیرن. این دیگه درباره بختک گفته بود که وقتی افتاد رو سگ کن خودتو برسونی، چون دنیا نمیتونی کنی چیزی دور بطه تکن نسی درست کنی برسونی به یه جای آهنی، چیزی که آهن باشه اصلا دور میشه. ولی خب بهتره که وقتی افتاد رو سعی کنی دوباره بخوابی که هیچ کاری دستت در نمیاد که انجام بدی. نوع دیگه از جنیان هم هستن که عاشق بازم زنا میشن، عاشق زنای باردار میشن به نام آل. درسته هم آله. بعد آل ظاهری شبیه به گربه داره، با قدی بلند، یعنی چهرهش میگن شبیه گربه است با قدی بلند. بعد قدش که بلنده، موهای بلندی هم داره، انگشتان کشیده و سینه های بزرگ که موقع راه رفتن میندازه رو شونه هاشون راه میره. این چیز عجیبی بود، بلند میکنه میزه رو شونه هاش میره. مدلش اینجوریه بنده خدا دیگه. آل به زنان باردار گرایش پیدا میکنه که علاقه به کشیدن بچه از شکم زنان داره. دستشو میکنه تو بچه رو میشه بیرون یا نمیدونم چیکار میکنه دقیقا. خب مادران باردار مراقب خودتون باشید که تو مقصد شما نیست که نگاه کنید. مراقب خودتون باشید. و طلسمایی که باعث میشه آل از زنان باردار دور شه، زده پیاز، ولی من پیاز نشینم، ولی چاقو رو میدونم. چاقو قرآن اینا رو بذارید، سنجاق قفلی ها هست، همونو بزنید دور بشه این منطقه ترزم. حالا از جمله حیواناتی قادر به دیدن این جنا هستن نمیشه گربه، مار، مارمولک. ولی خب مارمولک رو زیاد مطمئن نیستم، ولی مار و گربه رو میدونم. سگ هم هستش، سگ هم میبینه. سگ دید واقعا میکنه که دلیلش اینه که شاید جنیده باشه. چنانکه که جنیان وارد این دنیا شدن خیلی ضعیف میشن، یعنی وقتی احضارشون میکنه تو ضعیفترین حالت ممکن قرار دادن. ولی خب بازم از ما قوی ترن، یعنی اما قوی ترن هستن، ما اشرف مخلوقاتیم ولی خب در اون حد هم نیستیم که جرمون بده. ولی خب بازم از ما قوی ترن، با این جسم آسیب پذیرت از تو قوی ترن. بله، همین دلیل وارد جسم حیوانات شده تا بتوانند در این دنیا باشند. جنیان به جسم بعضی از حیوانات میتونن رخنه کنن و تسخیرشون کنن، از جمله قبیله قورباغه. نه قورباغه رو میخواد چیکار کنه، گورگور کنه با اون رو نمیدونم. به قورباغه، گربه، سگ، بز. امان از این بز، این بزا خیلی ترسناکن.
قیافه‌شون ترسناکه به دست میاد. آره وقتی جن وارد این جسم حیوانات میشه سایه خود رو از دست میده. وقتی حیوان دیدی که سایه نداره بدون جن نیست ترسناک، چون همه چی سایه داره غیر از آتیش. یعنی تو هم کبریت بزنن بگن رو دیوار آتیش سایه نداره دیگه، چون خودش نوره. نور که سایه نداره، اما جن که نور نیست، جن آتیشه. آتیش هم که نوره سایه نداره. من بفهمید چی میگه. امیدوارم این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اینستاگرام هم دوباره میگم این بالا این بالا میاد. حتما فالو کنید. اگه سابم نکردید برید ویدیوی قبلی رو ببینید، شاید خوشتون اومد ساب کردید. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.